بعضیا میگن تاروت از مصر باستان اومده و بعضیا میگن از یه فرقه مخفی قدیمی تو قرون وسطا. اما هیچ کدومشون دقیق نمیدونن. انگار تاروت وسط تاریخ یهو ظاهر شده. یه زمانی تاروت رو ابزاری برای ارتباط با شیطان میدونستن. برای همین کلیسا 2 از کارت‌ها رو ممنوع اعلام کرد. کارت شیطان و کارت مرگ. اما مردم پنهونی از این کارت‌ها استفاده می‌کردن چون باور داشتن این 2 کارت دروازه‌ای برای ورود به حقیقت. اولین فالگیر بزرگ تاروت یک زن بود. مادلن لنورماند، قرن 18 پاریس. زنی که ناپلئون و همسر ژوزفین شبانه به خونش می‌رفتن تا آیندهشون رو بشنون. میگن یه بار به ناپلئون گفت تو امپراتور میشی ولی تاجت به قیمت تنهایی تموم میشه و درست هم گفت. بعد از مرگ مادلن پلیس خونه رو گشت اما هرگز کارت هایی که اون باهاشون فال میگرفت رو پیدا نکردن. میگن قبل از مرگش اون کارت ها رو سوزوند تا کسی نتونه اونجوری که اون آینده رو میدید بتونه آینده رو ببینه.